زمان سعی زمان باشین خراب باشین فخر زندگی ما باشین. کجا آمدی؟ سلمانی چی میکنی؟ تو باش من مکم میکم تا خلاص شد. تا خلاص شد؟ حال گریه نمیکنی؟ ها؟ ما مرجی با خلاص میشه. در دقیقه خلاص میشه خب؟ مایرا انتصاد بخون خلاص میشه نمکن. تا صد میگه بکن خلاص میشه. خود پینجا از 50 شروع نکن از یک تا 99 رو بکن. دو تا پینجا بودم. تا 50 بدی؟ نه از سر بکن. یک دو سه چهار پنج آستاز شش خودش خودش هفت هشت نوده یوزده دوزده سیزده میگه تو خود جوته ده؟ 15 16 نه دیگه نکن 17 در دلت بکن اینجا گپ بزن کتمان یک صحیح شدی؟ نه صحیح شد؟ از اینجا کجا بریم؟ از این ببر پار. پارک آره میدی؟ جانه من کوک پیپسی با خود میخرم. پیسه داری؟ پیسه سالمی تا چی گلی؟ نه او رایاز بود. عیاز بود؟ داد بر کی داد؟ بر سلمان داد پیسه؟ برم با خود یک کوک پیپسی بخرم یک جایی دارم. یک اینجایی داری؟ خیلی میای تو جور میکنه؟ بگو منتظر ما بود خواهی ندوستم و سلمانی برآمدم. حالا میرم پیش مادرم داخل پیپسی ما باشیم. میای تو بدل جور کرد؟ بیخی؟ دیگه چیز کار نداری؟ دارم خب میرم دکان. بیا اول سرجان تا بشه خب؟ باز پس برای بیننده تان باشه؟ چای نفتانه چی کنه؟ رای دیگه؟ دیگه؟ کمتای خوب. آفرین بریم بای بای که خیلی به نام یاد خدای مهربان. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که خوب باشین، صحتمند باشین. خوش آمدین به برنامه ما و مصطفی جان. امروز هم تا پایان برنامه ما را همراهی بکنین. دیگه مصطفی رفته بود سلمانی و قدر خوبش تیارش نکرده. خب مگم دیگه به برنامه آماده شد. سلام دوستای زورمجور باشین، بخیر باشین، بخیر ما باشین. رفیقایت آمده امروز؟ همسایه ما یک دو بچگه خوب داره، آمده امروز. من میرم ما بخورم تشی نستم. خب پس بیا که زینتشان زنگ زدن. خب دوستا امروز تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. همه کسایی که در کابل بودن وقت چینل ما جور شد بسیار تبریکی دادن و خوشحال بودن. دیگه امروز به ما زنگ میزنن و ما و مصطفی یک جای همراهشان به خیر صحبت میکنیم. تشکر از اینکه چینل ما را حمایت میکنین و بیننده برنامه ما هستین. انشالله به خیر در برنامه آینده برنامه خوبتر و به ذوق شما داریم. دیگه امید که ما را تا پایان برنامه خسته کنه اگر باشه برنامه ما، شاید که 2 نفره هستیم، اما بازم شما ما را حمایت بکنین و از حمایت هایتان فراموش نکنین. دیگه ما کمره رو دور میتم، عباس کمره رو بگیره که ما و مصطفی گپ بزنیم، حال هوای کابل پرسان بکنیم و ازشان خبر بگیریم. دوستا خوش آمدین در برنامه ما. دیگه تشکر میکنم از کومنت های خوبی که همیشه نقشه میکنن دوستا، از کومنت هایی که سوالم میکنن و بسیار زیاد از ما انتقادم میکنن. از همگیتون تشکر. دیگه ما با بسیار کومنت های جالبم رو برشتیم و شاید اینمی برنامه تبریکی است که بر ما مصطفی جان کل دوستا و فامیلایی که در افغانستان هستن بر ما تبریکی نوشته کرده بودن. ولی سوالای زیاد دیگه هم که درباره ما براتون پیدا شده اونم بخیر جواب میدیم. اما گپای مهمش همین بود که مثلا گفتیم و بازم سوال میکنن، اما دوستای زیادی هستن که ویدیوهای بسیار زیاد به خاطر مجبور کردن و نوشته کردن، عکسای مختلف انداختن، گفتن گپایی که بعض وقتا خوشایند نمی باشه دیگه. آلیم سنا جان به من زنگ زده میره، ولی بازی رو بخیر در برنامه بعدی براتون جواب میتیم. معلومات زیادتر که به هر سوال که نوشته کردیم ما اون رو جواب میتیم. باش که به ما زنگ میکنم. مصطفی کی بر تبریکی داده بود؟ چینل تا کی تبریکی داده؟
مای دیگه دیگه هیچ کس انا خیلی همین جوانی آواز جوانی بتونی تصویر از این بگیر دیده؟ همون طرف سایز خودت یکم کی طرف شما پیش بریم. تو پیش بید زینت سلام چطور هستی؟ شکر مادرشان خوب هستن؟ شکر زنده باشی تو چی حال داری؟ تبریک باشه چینل نوت بخیر موفق باشی برنامه تا همیشه اینجا میبینیم کلشه دیگه انشالله که دوستا هم میبینن زیاد خوشحال شدیم که بخیر مصروف شدی و در کابل که هستی انشالله که برنامه به خوبی پیش برد و برای هیچ مشکل پیدا نشه تشکر خدا سلامت باشی فاطمه جان من هم دیگه اول من تقدیم میکنم برنامه درهایی که یا در طریق برنامه چینل قبلی بگویم یا چینل جدید مصطفی جان بگویم ما را بیننده هستند و چینل مصطفی جان هم برش تبریک میگم آغاز کار جدید مصطفی جان روی تصویر آمدن مصطفی جان و برنامه ها رو برش تبریک میگم مصطفی جان هم انشاءالله بخیر موفق باشه کدام مصطفی رو میگی؟ جان؟ کدام مصطفی رو میگی؟ باز از مصطفی خود نمانده مصطفی جان چی رو بگم اونجا که ششته مقبولک مصطفی خودتان مصطفی جان میگی؟ مصطفی خودم مصطفی جان میگم تقریبا چینل ما نامایش فقط یک از ما و تو فرق داره دیگه کم کم هم نام هستن نه؟ فاطمه و مصطفی و زینت و مصطفی چینل های موجود شده دیگه مصطفی جان روی تصویر آمد ولی تا وقتی مصطفی که به نام چینل ما بنام شد تا به فیلم روی تصویر نمده انشاءالله بخیر رو هم روی تصویر میاد دیگه تشکر میکنم از تمام دوستایی که چینل ما را سابسکرایب کردن و نامه ما را دیدن کردن و کامنتایی که گذاشتن ولی دیشب دیگر تق شده بودم پشت همه شما و به همه کی زنگ زدم و فاطمه جان نوبت دیشب بود و خودتون زنگ زدم و جان زنگ زدم و فاطمه جان زنگ زدم دیگه تق شده بودم پشت همیتان پشت روزایی که یک جای برنامه میگستیم و رفت آمد بود پشت تموم از روزا تق شده بودم و میگفتم که همون گفت همیشه یادم میاد فاطمه میگفتی که تا که هستیم وقتی که نبودیم تا که هستیم پس بگیریم تا خوبیم برنامه خوب بگیریم خوش باشیم روز که نبودیم باز جدا میشیم دیگه دیروز هم بودم کلش یادم میامد بسیار زیاد ما پشت همه گیتان دق شدیم واقعا که دوری زیاد سخت است دیگه یگان دفعه ما از بسی زیاد دق میارم یاد همه گیتان میاید ما همیشه گریان میکنم من دیشب خودم قدر گریان کردم که پاسبان نگفت و یاد اون برنامه‌ای که یک جای بودیم بیرون میرفتیم خودت بودی اون روزا دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه صبح خودتم گفتم که کاش که روز شب فکر میکنم که شما اینجا بیایین و اینا دیگه خداوند هر مشکلات حل کنه بخیر خودتان خوب شوی و دوباره بیایین پشت همیتان دق شدی پشت از روزا دیگه گریان نکن خیره بر شما سخت است با ما اینجا زیاد سخت است که هر روز شما را میدیدم خودت ما و اینا را دیگه تا زیاد بر ما سخت بود هیچ باورم نمیشد روز که رفتیم دیگه باز کم خوش میشدم در برنامه میدیدم انسان اینا و کاری را که خودم شروع کردم چینل را که شروع کردم روز اول زیاد برام مشکل بود در روز صبح میرم در برنامه گفتم که چینل جدید ما شروع کردیم ولی وقتی که فامیلی یک جای بودیم فاطمه جانشان بود مثلا عباس جان بود خالقشان بود وقت واقعا بسیار روحی زیاد داشتم و آدم شکر دیگه روزای اول بسیار برام مشکل بود مردم تمامشان روحیه دادن برام انرژی دادن ولی بازم کنار یکی دیگه بودیم برنامه سرشی کردیم روزا دیگه بسیار روزای خوب بود تکرار نمیشه دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه حال موفق باشی یک جمع کلان دیگه خودش کم کم شده رفت
خودت دیبا کلی کسایی که هستن دوریتان سخت است ولی موفقیتتان هم میخوایم کلیتان موفق شدیم بخیر. این موفقیت رو من کرد تمام کوشش و تلاش‌های خودتون بوده. من در برنامه هم گفتم من هم از زیادتر خودت تلاش میکردید زنگ میزدید که چرا برنامه نمیگیرید در خانه نباشید و میشه و تو میشه دیگه همه هم گفتم که ببینیم چینل جور کنیم. مصطفی جانم گفت میتونی کوشش کن و مصطفی جانم گفتم فاطمه جانشان که نباشه فکر نکنم که گفتم پیش برده چون فاطمه شاد بود محبت جان بود خاله جانم بود و اینا واقعا بسیار با انرژی پیش می‌بردم. من هر روز برنامه میرفتم و زیاد مسئولیت برنامه سرم نبود. فاطمه جان دلم سر خودت جمع بود دیگه. بسیار به چی میگن نادر شروع کردم ولی دیگه مجبوری بود. کاش ما اینجا میبودین و یک جای دوباره برنامه رو یک جایی ثبت کردین. امروز هم زیاد خوشحال شدم که یک جایی امریکان تونستم برنامه بگیرم. زنده باشید. تشکر. انشالله که دوریا کم شود و همیشه آدم امیدوار به باشه که روزایی که گذشته شاید یک روز یک بار دگام تکرار شود. ولی همونجا هم که هستین خوش آرام باشین. چینل ما و مصطفی هم از وقتی که شروع کردیم فکر میکنیم برنامه سیوم یا چهارم ما باشه و قدر زیاد فعالیت نداریم به خاطر که اینجا مشکلاتش بسیار زیاد است. زندگی روزمره پیش بردنش برای یک چینل که مادرمشان هستن و چینل فامیلی ما است او هم امور رقم دیگه شاید به این کمتر رسیدگی بتانیم ولی توقع دوستا از چینل ما قسم است که ما و مصطفی زیادتر گپایی که در زندگی ما است امور روی تصویر بکشیم که بخیر انشاءالله کوشش میکنیم چون گفتن همه چیز و درباره خود آدم که نخواه یک کس بفهمه یک کمک و مشکلات می داشته باشه. ولی بخیر برنامه آینده ما را بیننده باشن که ببینیم چی گپا است و چطور میشه بخیر و چینل ما به کجا پیش میره. و یگانه گپ که زینه جان گفت و بسیار خوب است که هیچ وقت بدون حمایت دوستان نمیتونیم به جای برسیم و خصوصا چینل ها همیشه سر بیننده‌اش استوار می باشد. اگر بیننده ما رو تشویق نکنه ما هیچ وقت نمیتونیم که برنامه داشته باشیم. گپایت بزینه چی است که تبریکی چینل گفت؟ برنامه ایره خودشان سایسته برنامه ما صحیح نیست؟ سایسته برنامه هم از و هم از ما خوب کدش گپ چی میگه؟ برنامه خودش رو میخواه که برنامه تا تبریکی بده. مصطفی جان چطور هستی؟ خوب هستم. خوب هستی طرف مسایی که دیگه چون روی تپوت میکنی؟ نه خبر نداشتم تو برنامه گرفتی. تشکر زنده باشی. تو در برنامه من نمیایی؟ تو کجاستی من در کجاستم. این رو ببین من در برنامه من کجا هستم تو کجا هستی؟ چرا جگر کن هستی؟ مصطفی جان چینل خودتون برای تبریک میگم. خدا نهی خودتون موفق شدی که موفق شدی. زنده باشی بابا. زنده باشی. دیگه چی گپ است میگه؟ خیر با خیرتیست. خیر به خیرتیست میگه. هیچ خوب نیست وضعیت اینجا. چرا؟ خوب نیست. چی یاد گرفتی مصطفی در اونجا؟ چی چیزا رو یاد گرفتی؟ از چیزایی که یاد گرفتی بگو برام. هیچ چیز نیست تمام روز غیبتم میشین. گیم میزنی؟ مادر رو به تبریکی چینل هم میگه برای مصطفی. بگه زنده باشی. مصطفی جان بله. سلام خوب هستی مصطفی؟ خوب هستم. جان خوب است. مای خوب است. داشتن خوب است. جان خودشان خوب هستن؟ خوب هستم. تبریک باشه مصطفی بیچاره تا چینل خداوند موفقت داشته باشه. اگر انشاءالله کامیاب باشی نام خدا برنامه تو میبینم زیاد خوب پیش میبری. برنامه تا خوش میشه. هر برنامه شما را برنامه تو مبارک. چینل برنامه نیست. اگر برنامه زنده باشی مصطفی جان زنده باشی. مادر جان خوب است؟ خوب است. چی هم داری؟ چی تا عاجز گپ میزنی مصطفی جان؟ هم عاجز است. بگه چی گپ با فاطمه جان؟ عباس چطور آرام است؟ عباس هم فکر کنم که عاجز شده. نه حالا کامره رو میگیریم ببین که عباس چی گفتنی یا برد داره. کامرمن شده عباس از خاطر که کامرمن شده تو خاطر دیگه عاجز هم شده.
خوب هستی بخیر؟ قدرمان داشته چی گپا طرف خود تو بچه خیلیتی چی گپا طرفای خودت خوب هستی؟ شکر خیر خیرتی مبارک باشه چینالت. خیر دیدی زنده باشی یکم بالا بگیم ما ببینیم چی میشه نه خوب کردی برو از بیکاری کده خوب است. نه بخیر انشالله خوب میشه. من دیدم نام خدا خوب است. انشالله بخیر دیگه دیگه شما میفهمید نه فاطمه جانم میگم بعد از خودتون بعد از مسیج میکنم چیزی که اشتباه می باشه شما میفهمید بگویید برام اگه در وقتا در برنامه های خودم میگم زیادتر مثلا یک 10 وقت خود آدم یک برنامه را سرد کنه زیادتر میفهمم کجا کمی باشه کسی باشه شما هم بگویید دیگه تشکری میکنم از تمام بیننده هم که مرا حمایت کردن چینل مرا سابسکرایب کردن و از برنامه های دیگر میکنم بخیر باشی. نه دیدم بسیار برنامه خوب است دیگه. خداوند پای قدمش نیک داشته باشه که تمی چینال بخیر طرف جرمنی بودی دیگه. انشالله بخیر ببینیم چی میشه بخیر باشی. قسمت باشه بخیر. انشالله بخیر ببینیم طرف امریکا یا کانادا بود تشویش نکنیش. میشه خدا دعا میکنم که انشالله بخیر شود خیر ببینید زنده بسیار باشی. سر چی کده بسیار کده لامش والا ما یک چند روز اول کام آمده بودم. من 55 کیلو شده بودم. باز دیر است طور کردم پس 51 کیلو شده بودم. من نمیفهم که چرا. و دیگه حتما خودم تشویش داری والا تشویش خود زیاد است دیگه. در ملک مسافری باشی و تشویش نکنی هیچ امکان نداره. خب یا خدا میرگان است خداوند کمک کنه انشالله بخیر تشکر زنده باشی. خوب پیدا شود و موفق باشی بخیر باشی زنده باشی. مادرچان خوب هستن؟ شکر انیده شکر میم تو خوب هستی؟ خوب و خیر زیاد داری اونجا خوب هستم شکر. خود تو خوب هستی؟ کاکایمشان خوب است؟ با ما هم سخت است. ما فقط دفعه آوردیم که هیچ نگو. ما هم دخت شدیم. فاطمه جان خودت مادر جانت کلگی دیگه یادت میمیه هیچ چاره نیست خانم یگان شکر میکشم که موبایل هستم روی دارم که زنم تصویری یا برنامه تانی میبینم حال تا شما رفتیم کل برنامه تانی هستن تا بخور میبینم آفرین برنامه هست از برنامه میبینیم تا نگلی تو زیاد هست یگان دفعه که در خانه تو میارم مادرم میگم خوش که فاطمیشان میبود میرفتم خانه فاطمیشان یا میگفتم مادر کدام هفتی نبود که ما شما خانه فاطمیشان نمیرفتیم ما هم زیاد عادت کرده و شما با زیادتر سخت است تنها هستید ملک مسافری هست دیگه خداوند چی میگن یک راه خوبه براتون جور بکنه و خداوند میربان است خداوند این روزا را زود بگذرانه روز شوه که بخیر یا دوباره بیایین یا بخیر کارایتان یک طرف امریکا و جرمنی شود چطور عباس خودشی طرف امریکا و کانادا میره و باز میگم جرمنی بیاییم خیره امریکا را خود دل نادل میگم مگم جرمنی را بسیار از این ته دل می جرمنی بیایی جرمنی از خاطر میگم که باز دوستان نگوید نکنم تا دیدن هنوز جرمنی نرفتم میگه که جرمنی خواهر میافتر اگه یک سال تو مکش به 10 سال اگه قسمت باشه میرم جرمنی خب میگم من میرم شما برین که اونجا باز دق نمیارین تو خود نامزاد اینجاست ما پیش کی بودیم باز نفتار یک نامزاد پیدا میشه تشویش نکن صحیح صحیح چی کار داره این طرف؟ این طرف تو دیگه چی کار ندارم ای برنامه های مرا میبینیم والا من میبینم لایک هم میکنم یک کامنت نمیمونم که باز یا تازارم نتن دیگه یک میمونم چلو نمیم زینت جان خوش شدم که صدایت شنیدم از مادرت از خودت دیگه انشالله موفق باشی چینلت هم به خواست دلت پیش بره و برنامه خوب داشته باشی ما وقت زیاد که هیچ کدام تان گپ نمیزنم به خاطر که باز گریان میکنه آرایشش خراب میشه دیگه باز ادامه دادن نمیتونم شکر میم خودت خوب هستی شکر چادر خودت تر کرده از دست گریان
سخت است. حالا قدر روزه اول خوب میتونستم گپ بزنم حال نه. روز بر روز دلتنگی زیاد شده میره. ما کتاب برنامه میبینیم و خواستم همه زیاد میگیره در برنامه. میفهمی که بسیار زیاد یک تبلیغی بر ما اینجا شما میشید مایی که بر ما بسیار زیاد نزدیک بودید. بسیار سخته میشه بر ما. با ما هم باشید. کامیاب باشید. دعا بس میکنم فاطمه جان خودت مصطفی جان کامیابی زیاد نصیب شود. زنده باشین. شما هر جای هستین خوش آرام باشین. ما خوش شدم دیدم از زینت جان. خداحافظی. ما خوش شدم. خداحافظ. یک دوره که بود مثلا کلگی یک جای کار میکردن، حال که فکر میکنم زیاد سخت شده میره به خاطر که کلگی دانه دانه شدن و هر کس طرف زندگی خود رفتن. مثلا چینل ما و مصطفی، از زینت جان، از حسنا و جمع یک روز کلگی دعوان دریمز کار میکرد و هر روز نسبت به که شرایط خوبتر شود و جمع جمعتر شود و زیادتر شود، ولی متاسفانه هر روز کمتر شده رفت دیگه. انشالله کسی به بادی رقم نباشه و همگی به آرزوهای خود برسد. جمع فامیلتان همیشه جمع باشد. ما را از حمایتایتان فراموش نکنین. برنامه ما شاید وقتش بسیار زیاد کم باشه چون ما نمیخوایم که قدر وقت طولانی ثبت بکنیم و شما دوستا هم از دیدن برنامه ما انشالله که ناراحت نشین، ولی مسافری همی است که در اول نمیفهمی ولی روزایش که میگذرم دلتنگیش زیاد میشه، افسردگیش زیادتر میشه دیگه. از اون خاطر مال و قدر توان برم نمونده که عادی باشه دیگه، ولی بازم زندگی از آدم کوشش میکنه که پیش بره به همونطور کمی و کاسی خودم میداشته باشه. مگر انسان های قوی هم هستن که تسلیم نشن. من همونطور تصمیم دارم بخیر که هر چی باشه، هر مشکلی که سر راه آدم باشه بازم خدا به یک جای برسانه که خودش میخواه. انشاءالله برنامه بعدی ما رو بیننده باشیم. کوشش میکنیم که بازترین فرصت برنامه بعدی ما رو هم ثبت بکنیم و اقدر که در این برنامه اقدر تال خوردیم در برنامه دیگه نشد، چون این مسئولیت های روزمره زندگی بر آدم کمک سخت است و همونطور یک چینل دگان که داریم چینل اپان گیمز است، پیش بردن ارتوش بر آدم سخت میشه و پلان بعدی ما هم در چینل ما ببینیم که چی می باشه. بالاخره آدم باید تلاش به یک جای داشته باشه دیگه. انشالله بیننده برنامه ما باشین. عباس هم مرا کمک کرد این برنامه، خدا خیرش بده. عباس وقت ما خلاص است چند دقیقه. دوستا تشکر از که ما رو بیننده بودین دیگه. شب روزتان بخیر. خداوند نگهدار.